دادستانی کل تاجیکستان روز 3 ماه خبر داد که روز 29 اپریل نسبت به یک گروه خدمتچیان حربی و شهروندان قرقیزستان بر اساس 2 بند کودکس جنایتی تاجیکستان آغاز یا پیشبرد جنگ تجاوزکارانه و کشتار 2 شخص یا بیشتر از آن پرونده جنایتی آغاز کرده است. کودکس جنایتی تاجیکستان همچنین جزا برای این نوع جنایت‌ها از 15 تا 25 سال زندان و یا حبس عمرباد پیش بینی میکند. به این ترتیب مقامات تاجیکستان رسما مناقشه اخیر در مرز با قرقیزستان را همچون جنگ تجاوزکارانه ارزیابی کردند. در مناقشه های روزهای 28 و 30 اپریل در مرز اسفره و ناحیه بادکند و ناحیه باباجان غفوروف و لیلک بیش از 50 نفر کشته شده، بیش از 200 تن دیگر جراحت برداشتند. بیش از 100 خانه و دهها دکان و مغازه و چند پاسگاه و مکتب سوزانده شد. حدود 40,000 نفر اساساً زنان و کودکان را از نقاط داغ به مناطق امن کوچانیدند. دادستانی کل تاجیکستان گفت روز 29 اپریل ساعت 11 یک گروه حربیان و ساکنان قرقیزستان عبارت از 200 نفر در نزد سربند آب تقسیم کنی گلونوی گرد آمده با وجود موافقت پیشکی مانع نصب ویدیو کامراهای نظارتی از جانب مهندسان تاجیک شدند و سنگ پرتایی نموده همزمان سیمچوبی را که در آن شهروندان تاجیکستان کار میکردند بریدند. این اغوا به گفته دادستانی کل تاجیکستان به بی‌ترتیبی های عمومی آغاز گذاشت. دوشنبه گفت که این بی‌ترتیبی ها از جانب خدمات سرحدی جمهوری قرقیزستان تشکیل کرده شد. برای به اعتدال آوردن وضع به جای حادثه کارمندان مقامات حفظ حقوق تاجیکستان با رهبری رئیس شهر اسفره بهادرزاده بهاودین حاضر شدند که به سوی آنها از سلاح آتشفشان با مقصد نیست کردن جسمانی آتش گشوده شد. در نتیجه رئیس شهر اسفره و دیگر کارمندان مقامات حفظ حقوق تاجیکستان اینچنین اهالی محلی جراحت‌های وزنین برداشتند. به کردهشان قناعت نکرده شخصان بالوذکر با دستگیری شماره باز هم زیادتر خدمتچیان حربی و اهالی محلی با سلاح آتشفشان در دست، تکنیک حربی و دیگر نمود سلاح‌های آتشفشان به اهالی محلی، ابیکت‌های انفراساختاری و دیدبانگاه‌های سرحدی تاجیکستان هجوم مسلحانه کردند. در نتیجه یک چند نفر کشته، ده‌ها یره‌دار و شماره زیاد خانه‌های استقامتی، انشاءات‌های سرحدی و ابیکت‌های انفراساختار سوزانیده شد. به شهروندان و دولت زیان مخصوصاً کلان مادی رسانیده شد. گفته می شود در اظهارات دادستانی کل تاجیکستان. دادستانی کل تاجیکستان در اظهاراتش گفت استفاده قوه‌های مسلح از جانب دولت بر ضد صاحب اختیاری، تمامیت ارضی یا استقلالیت سیاسی دولتی دیگر یا با یگان ترتیب دیگری که به آیین‌نامه سازمان ملل متحد یا دیگر شرطنامه‌های بین المللی مخالفت می نماید همچون حرکت تجاوزکارانه بها داده می شود.